پدری من نصیحت میکردن که همین جا نگاهی بین کرده گشته، همین جای خوشروی کرده، آدمایی که میبینن همین جا گاو نزنن که همین جای خوشروی کمان که در حقی من هم گاو نشنود بیان و در حقی گذشتگانشان قرآن خوانده بخشیده، در حق پدر و مادرشان، در حق گذشتگانشان قرآن خوانده بخشند تا که روحشان شاد و منزلشان آباد شود. همون با حرکت میکنیم که این جای خوشروی کده دست ما هم دکشی کده که اون کسی که میبیاد یک همینجور در امده قرآن خوانده برویم، من ما هم سفر میبریم که میبیم یک امده قرآن خوانده میبرویم. آن کسانی که بعضیان قرآن خوانده نمیتونن که اون نگاهی بینش ما امده که جغز نمیبیم، ما قرآن میخوانیم. دستاهایی که آهن کاملا بعضیان میبیم که دستم در که دست میگنم یک امده قرآن خوانده میبرویم به همین شما که اولش خداوند تحکیه به خداوند که میبید دل راست کده میبید همین خداوند خودش شفا دهنده، خودش رسیدنده. این یگان بندی که من شما میشینیم تو منبع دعا کنم من بگه پولدار شم، این عروی آدم نمیبی قرآن میخونی در حق گذشتگان و در حق فرزندان، این خودش یک رکنی چی که شما یک دیگر فهمی و همین قرآن میخونید شفا دهنده خودی الله هست.